ببین تو هیچی نیستی، تو اصلا نمیتونی در مقابل من چیزی بگی، تو عددی نیستی بخوای به من تعیین کنی. این چالش دادم که فکر کنم مثل آب خوردن باشه برام، اصلا هیچ من در نظر نمیگیرم این چالشو. برو فکر کن چالش‌های سخت‌تر به من بده پسر خوب. متوجه شدی؟ سلام بچه‌ها، تاها هستم از کانال تاکا تایم. امروز اومدم با یه ویدیو چالشی. حالا چالش چیه؟ از چت جی پی تی پرسیدم که یه چالش سخت به من بده. برگشت به من گفت که یه نونی درست کن، به جای آب از نوشابه استفاده کن. این که واسه من و واسه شما 100% چیزی نیست. پس میریم با هم امتحان کنیم و درستش کنیم. خب مثل همیشه شرط اول آموزشمون ظرف خوشگلمونه. اینجا نوشابه رو آوردم. نوشابه میگه پشتش تو هر 300 میلی لیترش، یعنی تو همین یه دونه بطری هلوش 28 گرم نزدیک 29 گرم قند داره و این برای ما بسته. به جای آب از نوشابه استفاده میکنم. به جای آب از نوشابه استفاده میکنم. یه کوچولو نمک بهش اضافه میکنم. بچه دلیل این که بهتون مقدار نمیگم چون اولین باره چنین چیزی دارم دوستان، ولی 100% آسونه، واسه شما هم حتما آسونه. چشمی اگه تونستم بهتون میبینید سعی کن یادتون بمونه. نمک رو بهش اضافه کردم، مقدار دیگه شکر بهش اضافه میکنم. 2 تا تخم مرغ، یه مقداری خمیرمایه تر، ببین امکانات هم نداریم با یک همزن نصف و نیمه امکانات از حد خونگی هم کمتر، با همین همش میزنم. بچه من میگم اینم اولین بار رو دارم دوستان، تا حالا چنین چیزی درست نکردم و ممکن آخرش خوب باشه ممکنه بد باشه. داریم با هم دیگه امتحان میکنیم. من یکی از بحثایی که این کانال رو زدم اینه که با هم دیگه چیزهای جدید رو امتحان کنیم. من میخوام اینو بو کنم ببینم بوی تخم مرغ میده یا نه، ولی فکر نکنم به، چون نوشابه اسیدیه و بوی تخم مرغ میگیره. خیلی کم بوی تخم مرغ میده، یعنی خیلی کم، یعنی اونقدری که اگه دقت نکنه اصلا یعنی اگه بره بپزه که اصلا فکر نکنم بوی تخم مرغ بده. مواد اون به این شکل در اومد. میره برای چند دقیقه استراحت. بچه اینجا خیلی گرمه، به خاطر من بهش 10 دقیقه بیشتر استراحت ندادم. بچه میگم هیچی رو نکشیدم و همینطوری دارم چشمی میریزم. ببخشید اگه میزان به شما نمیگم، میتونید نگاه کنید ببینید من چقدر میریزم. حالا یه مقداری میریزم با این هم میزنم. بچه اینو باید انقدر بزنیم که دیگه از اون مایه بودن در بیاد، یعنی جامد بره. حالا شل و سفتش فرقی نداره، به جامد بره. این ما رو یاد مواد کیک میندازه، ولی قرار نون بشه در حقیقت. حالا من نمیدونم اینو یکی نون معمولی در بیارم، یکی نون شیرین در بیارم.
ولی چون احتمالاً ته نوشابه رو حتی اگه بده میخوام اینو یک نون شیرین در بیارم. حالا بریم ببینیم تا ادامه چی میشه. بچه بافتش رو نگاه کنید، هنوز نشده، کلا میگم بافتش رو نگاه کنید. یکم دیگه سفترش میکنم، میذارم یه استراحت دیگه. نمیدونم شایدم استراحتش ندادم. میگم چون من یک چیز همینطوریه و من اولین بار دارم درست میکنم، هیچ ایده ای ندارم باید چی کار کنم، ولی انجامش میدم. شما هیچ وقت چیزی که میخواین درست کنین ازش نترسین. برز بدید. این نیاز به یه استراحت مجددی داره. و احتمالا هم گفتم چون این نوشابه داخلش داره، من بخوام اینو به یک نون شیرین تبدیل کنم، یعنی وسطش یه سری مغزجات بذارم و اینو به یک نون شیرین تبدیل کنم. بچه ظرفمون رو تمیز کردم، یکم آرد میپاشم، یکم آرد این میپاشم، میذارم بره قشنگ. ببینید اینطور اینو پهن میکنم که یک دست بیاد بالا به این حالت. روش هم یه چیزی میذارم میره برای، حالا میگم اینجا گرمه و منم نمیدونم، ولی خب حداقل 10 دقیقه رو بهش استراحت میدم. بچه من تقریبا 20 دقیقه است به این خمیر استراحت دادم و وضع خمیرم شد این. میبینید این شد وضع خمیر. حالا وقتشه یکم اینجا رو آرد بزنم، خمیرم رو برگردونم. چقدر سفته بیادی که این شد خمیره. بافت خیلی خوبی پیدا کرده، خیلی لطیف شده، شکل پذیر شده و میشه خیلی کارا روش انجام داد. اول با کاردکم تیکه هاییشو جدا میکنم. خب بچه
اول این یه مدل امتحان کنم. میخوام اول قشنگ اینو باز کنم. چند خاص خارج بشه اصلا. به جایی که میتونیم قشنگ سعی می‌کنم یه دست بعد به لوله باز کنم. بچا اینو اینطوری مثل حلزون می‌پیچیم. اینو مثلا به صورت قشنگ می‌پیچیم. تاش اینطوری گره خوشگل میزنیم. من آرد و دارچین و پودر هل و همین با شکر اینو برمیگردونیم. این گردالو رو میذاریم روش، فشار میدیم. سعی میکنم اینطوری یه چیز خوشگل درست کنم. این شد یه نمونه کار ما. حالا اینو چون میگیرم. بعد چون این دکار چالشی داره، منم چیزی رو نفس کردم، فکر کردم اگه فیلسوفی تلویزیون دارم انجام بدم. حالا خوب بعدش رو نمی‌کنم با ما تست کنیم. خب این رو سعی می‌کنیم باز کنیم. این صورت. به صورت سعی باز کنیم. من با بهش مرتبی دارم. بعد از همه نمی‌ذارم کنار. اینجا باز کنم. سعی می‌کنم همه میشه. دوباره باز کردم. اینو یک مسئله دارم. می‌ذارم وسطش، فشار میدم و با همین بدنه سعی می‌کنم همینش تقریبا پخش کنم. خب بچه‌ها من که دوباره مرتبی درش میارم. این شد نتیجه کار من. گوشاشم می‌بندم که مغزی از وسطش بیرون نزنه. بعد این باز کنم دیگه. اما این ابزارم روش اینطوری می‌ذارم که قشنگ صاف یک دست بالا بیاد. اینا از دومی. خب بچه‌ها خب من قالبای کوچیکمو میارم، اینا رو بس کوچیک‌تر میکنم، خیلی کوچیک‌تر. بگم این اندازه اوکی باشه براشون. مثلا انگشتام یکم روغن یکم که این قالبا رو چرب کنم. حالا وقتشه اینا رو باز کنم. بازم با بردنه اینا رو باز میکنم. میخوام قشنگ باز بشه. از ژله مغزی توت فرنگی استفاده میکنم. میذارم بچه‌ها یه جوری می‌ذارم شما ببینید الان چیکار کنم. اینا رو کنار شما ببینید قشنگ اینو باز می‌کنم. چون بعدا خمیده میچسبه نمیچسبه. چون بعدا من خمیده میچسبه. من ندارم نمیچسبه. اینو گرفتم حالا ناخن می‌بندم. خب ناخن می‌گیرم از شروع کنم. اینطوری می‌بندم. ببینید اینطوری می‌بندم. قشنگ ستش کنم زیرشو می‌ذارم توی قالب. اینا که قالب بشه. اینطوری. اینا دیگه انجام دادم این صورت. از هم شیرین. خب من اینو روغن زدم. حالا وقتشه که اینا رو بندازیم تو سینی. واقعا امیدوارم که خوب بشه و ما رو سربلند بیرون بیاره. بچه‌ها شما هر چی بخواید میتونید توش بریزید. تو خمیر شیرینه ترجیحاً چیزهای شیرین
انواع مربا، شکلات، کرم فیل، نمیدونم هر چیزی که قابلیت اینو داشته باشه بره تو فر و خراب نشه، نسوزه، طعمش عوض نشه. مغزی، نمیدونم خرما، رژیم، هر کاری دوست داشته باشیم میتونیم بکنیم. ما میریم به این 1 رو 20 دقیقه استراحت میدیم و بعد میندازیمش داخل فر و نتیجه کار با شما میبینیم. مزدش هم بعد امتحان کنیم. اینا شد نتیجه کار ما. یه دونش رو با هم تست میکنیم، یه دونه دیگهش رو تو ویدیو شورت تست میکنیم. میخوایم کوچیکای مربایی رو تست کنم. بیرونش برشته، داخلش خیلی نرم. خدایا خودت کشتم. بچه‌ها اصلاً بد نیست. اصلا بد نیست. ترکیبش با این ژل توت فرنگی، مربای توت فرنگی واقعا فوق العاده است. یک چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست که بگیم وای ما مثلا تا اینو نخوردیم، ولی یه مثل این میمونه که یک نونه شیرمالی دارید میخورید که شیرینش قشنگ به اندازه است، طعمش خیلی خوبه. میگم چیز عجیبی نیست ولی خیلی خوشمزه است. حقیقتا انتظار چنین ترکیبی رو نداشتم. خوشمزه است. این دفعه من چت جی پی تی رو یعنی اینطوری بگم بهتره، این دفعه اولی بود که چت جی پی تی رو شکست دادم و باز هم شکستش میدم و تو ویدیو آینده باز هم از چت جی پی تی هوش‌های مصنوعی و علل خصوص چت جی پی تی میخوام که منو به چالش بکشم ببینم چی میگن. خدا رو شکر این اولیش بود که خوب درآمد و سربلند شدیم. امیدوارم شما هم خونه اینو درست کنین لذت ببرید. برای تست این یکی هم حتما ویدیو شورت یوتیوب رو نگاه کنید. اگه خوشتون اومد حتما کانال منو سابسکرایب کنید، کانال منو دنبال کنید و با لایک و کامنت و شیر از من حمایت کنید. تا آموزشی دیگه، بدرود.